از برادران نهایت محترم ما سروران شنیدید که امام حسین حرکت کرد طرف کربلا. دختر بیمار امام حسین آمد از دنبال قافله بابا. یه شیرین زبانه های با پدر کرد، صدا داد بابا جان میدانی این دخترت علیل است و تبدار است و مریض است، طاقت سفر ندارد. یه خواهش دارم بابا جان، شما این خواهشم را قبول کنید، از این سفر منصرف شوید. چرا جان بابا از این سفر منصرف شوم؟ فاطمه شیرین زبانه میماند، قلب بابا را خون میکند، صدا میزند بابا جان اول آرزوی من در دنیا امیر بود، وقتی من دنیا برم شما در جنازه دخترت فاطمه نماز میخوانید و دیگر اینکه عمویم ابوالفضل با دستهایش ما را در بین لحد بگذارد. علی اکبر برادر جوانم ما را طرف قبرستان انتقال بدهد. آرزوی من بابا جان در دنیا این بود، حالا که شما به طرف سفر می روید ولی نمیدانم من بیماری غریب تبدار را به کی می سپارید. همین شیرین زبانه های فاطمه و بابایش حسین اگر صدایاری کند خدمت شما نظر میکنم. شما مگه حاجت دارید انشاءالله متوسل باشه. مایل بسوی سفره وایا مگر از این هزی نه دخترت رنجیده و چند راز این سفر را ای پدر مقتل نما و ما که بیمار رویم بابا از این دار فنا. اما یک ناله دیگری که فاطمه با بابایش حسین دارد قلب بابا را خون میکنه. من دعا میکنم مریض از این جان نمانه، خدا به حق بیمار حسین همه مرضها را شفا بدهد. جسمی صغرا بکن بابا تو در بین خاک و بعد از اون بابای من دل کن در سوی چند روزی سفر معطل کن. وقتی من از دنیا رفتم بعد دختر دفن خاک و بعد به طرف سفر برم. اینجا حسین میگه گردن دختر در بغل گرفت به حد گریه کرد، قلب آقا خون میشه، صدا میزند دختر بابا این سفر سیاحت نمی باشه، این سفر تشنگی داره، این سفر گرسنگی داره، این سفر توزیان خوردن داره، شما طاقت سفر ندارید. آخر دختر اونو امید میشه، میدانه که بابا ما را به طرف کربلا نمیبره، امی قنداقه شیرخواره راش رو در بغل میگیره، لبهای علی اصغر خیلی بوسه گرم میزنه، صدا میزنه علی اصغر خواهر بیا به دامن خواهر، لحظه آخر توش از جمالت بردارم. همین جمله را بخونم به کلمه ختمه حاجت داری متوسل باش. اصغر بیا ای زینتی یا گوش من، ای بلبلی خاموش من.
ای خواهران در بدر بر سوی مادن ما نظر گر میره داهستر ای اکبر رخشان من بندیده گریان من گر میره داهستر حسین اشکایش جاری میشه. شیرین زبانی دختر را که میبیند دست دختر گرفت آورد به طرف حجره ام سلمه صدا زد ام سلمه دخترم را به شما مسپارم تا روز اربعین دست دخترم فاطمه به دست شماست. او زمانی که زینب از مسافرت شام برگشت دست دخترم را برای خواهرم زینب بده. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.